سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. بچه جون، امروز من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه کابینت کمودا بدنهاش همه آماده شده وصل کردن. محمد هم اومده امروز درا رو داره اندازه میگیره. خسته نباشی. سلام دوستای گل، اینجا رو آماده میکنیم برای داره پاک میکنه اندازه‌گیری. خسته نباشی. بریم خونه. همچنان افتضاح هستش ولی بچه‌ها واقعا زیبا نیست. خیلی خوشگله بچه‌ها. خواه دیگه اونجوری نکن خرابش میکنی. این ماییم. بریم. اینم خونمونه که هنوز به هم ریخته است، ولی کابینت هامونو ببینید خیلی خوشگل. در اندازه درا رو میگیرم. اسلام میتونیم کار بره. اون چیه؟ فیتون میکشه آخه درا رو میخواد تیز کنه. خب نمیدونم چرا هوای رشت اینجوریه بچه های مدت نه بارون میاد نه آفتابه، فقط مه گرفته و ابریه. تا حالا اینجوری هوای رشت رو ندیده بودم. چیه؟ چه شیک بایسته. چیه ماشتالا؟ خب دوستان، برای این لحظه ما شاهد این هستیم. این در که این دیگه دست نمیزنم بشه. این فهم میرم پایین. نکن. این چشمیه. با پا نباید اونجوری بکنی. در باز شد. خوش آمد. لیلای بیدلم، ای ماه کاملم، ای جان من جانی ندارم. بیا ای زخم جان من، نام روان من، ای جان من جانی ندارم. چرا اندازه نمیگه؟ از این به اون بر میده. آرزوی رفتی وای چی آخه؟ خونه ما هم روی قدم بزنیم. بیا لیلای بیدلم، ای ماه کاملم، ای جان من جانی ندارم. بیا ای زخم جان من. محمد مثل که خیلی بهش فشار اومده. مشتاق بهش فشار اومده. خیال میکردم عاشقت وقتی باید پولش ندی. خیال میکردم عاشقت نمیشم نگات کنم یکم. یه روز تو خوابم نمیدیدم واسه تو جونم. نه اذیتش نکن، بزن اندازه رو بگیره. بعدی دیگه نمیگه. درا رو خراب کردیم. ما میتونیم منتظریم. بگو دیگه. نمیگه. 3 متر 13 و 7 میل. یعنی 313 313 و 6 میل در دیوار. در دیوار چه؟ فوش دادی؟ فوش دادی؟ در بزن 40 بزن. مثلا چیه داداش؟ مثلا ما نداریم که. جای پیچ چند تا؟ 40 یه دونه، یه دم فارسی، دم بلندش فارسی. 3 متر و 13 خورده.
باش اصطلاحاتی که من حالا بدونه 3 متر و 13 و خورده در 5 13 و خورده یعنی 13 و 6 هادی در 5 در 5 یه دونه بلندش فارسی. خب خسته نشیم ماشا جان. چایشو میخوره، غذاشو میخوره، همین بر فقط میچرخه. پنجره نشه دستی خودش سردش آخه ما با اینجا گرما بمیریم. بالا سردشه بچه این تیکر ببینید خیلی خوشگل شده. آنجا مردی چرا اونجوری چیز میخوری؟ مثل با بزرگه هستن آخه. دادم سو بچه و نهارمونم اومد. نهار موقع شام. آخه میدونی چیه؟ زهرا برای ما صابونه خوشمزه اومد درست کرد. ما تا الان سیر بودیم. اول غذا بخوریم بعد اندازه فشارم خیلی افتاد. مرسم بوش با آدم میخوره. بریم بیا زهرا ببین. نه بیا بابا. اینجا باش برند خوب، غذای سالم و خونگی. بای بای. کوبیده. البته بگم من عاشق کوبیده ترشم بچه‌ها. کوبیده ترشای گیجاواش اصلا حرف نداره. اون داره پیاز چیه؟ میگم گوشت. مخوریم. چیو؟ ما نهارمون رو خوردیم. دوباره شروع کردیم برای اندازه گیری. شروع کردیم چی جمعی هم بستن. زهرا محمد دارم نمیشتنی. آمده این صفحه بعدی همینقدر فقط نوشتیم. این فقط آشپزخونه بود؟ نه بابا این فقط یه دونه بود. مثلا این چوب بود. آی این فقط یک قسمتی از کار بود. اون یه دست بیاره. چی گنبت داری دار چند تا؟ 2 تا. نمیتونیم قبل اینکه درا بخوره وسیله رو بچینی؟ چرا؟ بعد جا میخوایی بعد جا نمیخوایی. چرا آخه؟ مطبخ آبچه. آبچه 165 در 6 2 تا 165 فکر مطبخ پول کردیم بچه ها جون مشتاق مطبخ کلن تمیز کرد کلن الان میتونیم وسیله رو بچینیم نزن اونا دیگه بیا چایی بخوریم براتون چای ریختم واقعا متاسفم چه شد؟ چای خوشمزه براتون گذاشتم قهوه خونه ای از صبح گذاشتم همونو بهتون میدم سرد شده با شکلاته
بارا زهرا اینو با چای دوست داره. چند صفحه انداز دوست داره؟ 1 2 تا 3 تا. شنیدم 43 و 3 میل در 59 و یکی. آها 243. بچه‌ها جون محمد یه سری از اندازه‌گیری‌ها رو انجام داد، یه سریاش هم گذاشت برای فردا چون واقعا خسته شده بودن دیگه. رفتن خونه، زنگ زدن که ما هم بریم خونه‌شون، الان آماده شدیم داریم میریم اونجا. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی خدا نگهدار.